چنگیزخان نتونست بخارا رو تسخیر کنه. نامه نوشت که هر کس با ما باشه در امانه. اهل بخارا دو گروه شدن و یک گروه مقاومت کردن، یک گروه دیگه طرفدار چنگیزخان شدن. چنگیزخان واسه طرفداراش نوشت با همشهریای مخالف بجنگید، هر چی غنیمت گرفتید مال خودتون، حاکم شهرم از بین خودتون انتخاب کنید. طرفدارای چنگیزخان قبول کردن و جنگ بین این دو گروه همشهری که حتی خیلیاشون با هم فامیل بودن شروع شد. آخرش گروه مزدورای چنگیزخان پیروز شدن. دروازه شهر باز شد و چنگیزخان به محض ورود دستور داد سر از تن تمام طرفداراش جدا کنن. سربازاش سوال کردن سردار، اینا که به عهدشون وفا کردن و به نفع ما جنگیدن. چنگیز گفت اینا اگه وفا داشتن به خاطر من و شمای غریبه به برادراشون خیانت نمی کردن. کل تاریخو که میخونی متوجه میشی اکثر شکستا به خاطر یه عده خودفروخته بوده که به طمع مقام و منصب و پول به هموطن و حتی برادرای خودشون خیانت کردن. اگه میخواید آینده کشورتون درست بشه، در کنار همه درسها هر روز و هر لحظه به بچه هاتون یادآوری کنید که کثیف‌ترین کار دنیا وطن فروشی و آدم فروشیه.